بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين و بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز گرامی، دوستان بیننده، مقامی اخلاق نیک در دین مبین که معلوم است دین اسلام به خلق نیک خیلی تأکید زیاد کرده و رفتار نکو، اخلاق ستوده و از جمله اخلاق نکو خلق تواضع است، یعنی فروتنی، یعنی خاکساری، یعنی خاکی بودن، یعنی خود را از دیگران بالا نپنداشتن بلکه دیگران را از خود بالاتر و صاحب فضل پنداشتن. این را میگن تواضع. خداوند عزوجل در سوره فرقان در یک چند آیت اخلاق بندگانی را بیان کرده که آنها را لقب عباد الرحمن داده. یعنی این لقب با شرف را عباد الرحمن، بندگان خاص خداوند رحم. از جمله اخلاق آنان در این آیات آمده که و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بلکه اولین خلقشان که اونجا حالا خلق نماز شب میخوانند، خدا را دعا میکنند و یعنی صدقه میکنند، از امور حرام دورند، دیگر اخلاق ذکر میشود، اما نخستین اخلاق آنان را خداوند بیان کرده که و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، بندگان رحمان کسانی هستند که چون در روی زمین راه می روند هونا، یعنی نرم و آرام، با تواضع قدم می نهند، با کبر و غرور قدم نمی زنند، با کبر و غرور راه نمی گردند، بلکه با سکینت، با آرامی، با تواضع و فروتنی قدم میزنند. این نخستین نشانه بندگان خوبی خداوند عزوجل است. فروتن بودن، یعنی از کبر و غرور، از منمنی کردن، دست کشیدن دور بودن. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که آن را امام مسلم روایت کردند میفرمایند ما تواضع احد لله الا رفعه، هیچ کسی به خاطر خدا تواضع نکرده مگر که خدا منزله او را بالا برده. یعنی هر کس که فروتنی را پیشه کند نزد خداوند عزیز می‌گردد، نزد خداوند صاحب مقام می‌شود. از این حدیث مفهوم عکسی نیز دانسته می‌شود، برگرفته می‌شود. هر کس که کبر و غرور کند نزد خدا بی ارزش می‌شود، بی قدر می‌شود. این بود اهمیت تواضع در قرآن و اینچنین در این حدیث. گرچند آیات زیاد و احادیث زیاد دیگری در این مورد آمده، اما بیاید این لحظه ها به سخنان سلف صالح گوش اندازید که درباره این خلق چی گفتند. سلف صالح این مکتبی بزرگ است که هر مسلمان باید از این مکتب درس آموزد، با آنان اقتدا کند. پیشینیان اسلام، صحابه و تابعین و اتباع آنها، کسانی که شریعت را از سرچشمه نخستش پذیرفتند، از مکتب پیامبر صلی الله علیه و سلم درس آموختند و آن را در زندگی خود عملی نمودند. مثلا امام ابو داود در کتاب زهد از مادرمان عایشه روایت کرده که مادرمان فرموده انکم تغفلون افضل العبادة التواضع. و مخاطبان گفتند شما نمیدانید، یعنی این درس را بگیرید که بزرگترین عبادت تواضع است. یعنی البته منظور یکی از بزرگترین عبادت ها، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل زکات، مثل تلاوت قرآن، مثل دیگر عبادت های مشهور در اسلام. گفتند افضل العبادة التواضع، منظور یکی از عبادت های بزرگ در ردیف این عبادت هایی که میدونید فروتنی است. این عبادت قلبی است. بعضی عبادت ها با دست و پا انجام داده می شود، با زبان انجام داده می شود، مثل ذکر، مثل نماز، مثل طواف. بعضی عبادت ها حالت قلبی هستند، عبادت های باطنی نام دارند، عبادت های قلبی با آنها گفته می شود، مثل اخلاص در عبادت، عبادت را خالص به خاطر خدا انجام دادن، عبادت قلبی هست. مثل محبت خداوند، محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم، رغبت به آخرت، دوست داشتن قرآن، مثلا راضی شدن به قضا و قدر الهی، اخلاص داشتن در عبادت. اینها عبادت های قلبی و باطنی هستند. از جمله تواضع، یعنی که این که انسان خود را از دیگران بالا نشمارد بلکه دیگران را از خود بالا داند، خود را کم ببیند، این خود عبادت است. امام ابن ابی الدنیا رساله دارند در بیان فضیلت تواضع به نام التواضع و الخمول. در این رساله از سلمان فارسی، صحابی بزرگوار،
که او را لقمان حکیم امت میگفتند، از بس که سخنانی با حکمت داشتند لقمان حکیمش میگفتند. از سلمان فارسی آورده که ایشان گفتند تواضعوا لله تعالی فی الدنیا فانه من تواضع لله تعالی فی الدنیا رفعه الله فی الاخره. گفتند شما در دنیا به خاطر خدا فروتنی را پیشه کنید، خداوند قدر و منزله شما را در آخرت بلند می‌سازد. این چنین امام ابن ابی الدنیا در این رساله از عبدالرحمن ابن عوف صحابی بزرگوار دیگر که از 10 صحابه هستند که مژده به بهشت گرفتند در حیاتشان، از پیامبر صلی الله علیه و سلم خبری اینکه بهشتی هستند را شنیدند. یکی از بزرگان صحابه و از یکی از مالداران صحابه است، تاجری مشهور بود در میان اصحاب. ابن ابی الدنیا روایت میکند که کانوا لا یمیزونه من بین عبیده، یعنی با وجود این همه فضیلت که از 10 یار بهشتی پیامبر صلی الله علیه و سلم است، با وجود این همه ثروت و گنج و دولت که یکی از تاجرهای کلانی مدینه است، میگه او را در لباس و شکل از غلامانش فرق کرده نمیشد، یعنی مثل غلامانش لباس میپوشید. امامی بزرگوار دیگر در تاریخ اسلام با نام فضیل ابن عیاض که ملقب به عابد الحرمین، یک پهلوی دیگری تواضع را برای ما شرح بیان کردند، یک پهلوی خیلی مهمی آن را. امام گفتند التواضع ان تنقاد للحق وتقبله ولو سمعته من صبی ولو سمعته من اجهل الناس. یعنی تواضع یا که یکی از شاخه های تواضع یا یکی از نوع های تواضع این است که تو سخن حق را صرف نظر که از کی میشنوی بپذیری، حتی از کودکی اگر آن را شنوی، حتی از یک نفری که اجهل الناس خیلی نادان است، خیلی از کتاب و دفتر دور است، ولی در همان مورد سخن حق میگوید، یا از کودکی میشنوی. خاکساری فروتنی این است که سخن حق را از کی میشنوی صرف نظر آن را پذیری، آن را قبول کنی. این از تواضع گفتن. ترفع و خودپسندی نکنی. این نخواد من از این کودک مثلا اندیشه گیرم و سخن من حق باشد و غلط باشد و سخن این کودک صحیح باشد. چرا من از این نفری که مکتب نخوانده، خط و قلم نمیداند، من از او چیزی آموزم که من صاحب عنوانم و معلمم و مثلا؟ نه. تواضع این است که مادام سخن حق میگوید بپذیری. این از فروتنی، این از خاکساری. امام جوهری در کتاب المجالس از تابعی بزرگوار حسن بصری نقل کرده. حسن بصری به قول سید تابعین است، یعنی آنگونه که حضرت ابوبکر صدیق در میان صحابگان بزرگترین صحابه است، طبق نظر بعضی علما حسن بصری در طبقه تابعین بزرگترین تابعی است. مفسر است، فقیه است، واعظی خیلی مؤثر است، سخنان خیلی حکمت دارد. باری به شاگردانش به حاضرین گفت میدونید تواضع چیست؟ اتدرون ما التواضع؟ گفتن خب میخوایم از شما شنویم. در شرح توضیح تواضع گفتن ان یخرج الرجل من بیته فیلقى مسلما الا یضع نفسه دونه حتی یرجع الى بیته. گفتن تواضع این که همین که شخص از خانهش برآید، هر مسلمانی را که ببیند چنین پندارد که او از آن مسلمان یعنی خودش کمتر است. هر کسی را که میبیند خود را از آن کس کمتر شمارد تا اینکه به خانهش برگردد. یعنی این است گفتن معنای شرح معنای تواضع. یعنی گفتن تواضع همین است که خود را کمتر از دیگران دانی، دیگران را صاحب فضل دانی، احترام نمایی، خود را کمتر دانی. امام بزرگوار حدیث امام ابن عبدالبر در کتاب خود الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع که در بیان آداب طالب علمان و محدثان است، از ابن معتز، از این ادیب، از این شخصیت بزرگوار سخن آورده که گفته التواضع سلم الشرف. تواضع این زینه رسیدن به شرفمندی است. هر کسی این خلق را ندارد شخصی شریف نمی شود، شخصی آبرومند شده نمی تواند. چرا؟ چون که زینه را ندارد که به آن مقام برآید. زینه رسیدن به مقام های والای انسانی، به کمالات انسانی، این صفت تواضع را، فروتنی را داشتن است. امام نووی در کتاب خود المجموع از امام شافعی سخنی جالبی آورده در مورد تواضع، فروتنی. امام گفتن ارفع الناس قدرا من لا یرى قدره.
یعنی رفیع ترین، شریف ترین کسی است که شرف خود را، مقام خود را نبیند، یعنی در چشم خودش مقام و منزله او نمی نماید، خود را صاحب مقام نمی داند. بزرگترین کس، شریفترین کس چنین کس است. این بود چند سخن از سلف صالح در مورد تواضع، خلق ایمانی و خلق قرآنی. در حفظ و امان خداوند باشید.